سلام دوستان، میخوام توی چند تا ویدیو نرم افزار ژئو استودیو رو بهتون آموزش بدم. ورژنی که من دارم باش کار میکنم 2023 هستش. همونطور که میبینین این صفحه اصلی نرم افزارمون هستش. توی قسمت چپ همونطور که مشاهده میکنین این نرم افزار 7 تا ماژول داره. اسلوپ که برای تحلیل پایداری شیب هستش. سیپ برای تحلیل تراوش آب در خاک استفاده میشه. زیگما برای تحلیل تنش کرنش هستش. کویک برای تحلیل های دینامیکی هست و همینطور الی آخر. من توی اولین ویدیو میخوام یک نمای کلی از پروژه یک نمای کلی از نرم افزار رو بهتون نشون بدم و اولین ویدیویی که بهتون آموزش میدم ماژول سیپ هستش. ابتدا ما باید مدل سازی بکنیم و اینکه مدل سازی توی همه این ماژول ها یکسان هستش و فقط لازمه که توی ماژول های مختلف اون تنظیمات مربوط بهش رو فعال بکنیم و در انتها هم پروژه رو تحلیل بکنیم و نتیجه گیری بکنیم. ابتدا یک سری تنظیمات اولیه رو نرم افزار داره که اونها رو انجام میدیم. بعدش رسم هندسه مدل هست و همچنین تعریف مصالح و اختصاص این مصالح به مدلمون. تعریف شرایط اولیه و شرایط مرزی هستش. همونطور که گفتم ما ابتدا می‌خوایم ماژول سیپ رو با هم آموزش رو ببینیم. این ماژول به مهندسین کمک میکنه تا تحلیلی از تراوش آب در خاک رو انجام بدن. تراوش آب دو تا شرایط داره توی خاک. یکی شرایط ماندگار یا همون استدی استیت هستش، یکی هم شرایط غیر ماندگار یا همون ترانزینت هستش. اجرام‌سازی هایی که تراوش آب در اون همیشگی هستش سدها هستن که سدهای خاکی هستن که ممکنه برای اون مشکلاتی به وجود بیادش. ما سد خاکی رو برای این احداث میکنیم که بتونیم آب رو پشت اون نگه داریم که اگه نتونه در مقابل ورود آب به بدنه خودش مقاومت بکنه دچار یک گسیختگی میشه و یه سری خرابی های جبران ناپذیر رو برای ما به وجود میاره. ما با استفاده از ماژول سیپ یاد میگیریم که چجوری یک سد خاکی رو مدل بکنیم و تحلیل تراوش آب در خاک رو انجام بدیم. توی پروژه که من میخوام براتون انجام بدم ما یک سد خاکی همگن داریم. شرایط نشستمون حالت پایدار هستش. شرایط آب در بالا دست ثابت فرض میکنیم و همچنین توی شرایط پایین دست چون ممکنه که آب نفوذ بکنه و باعث گسیختگی پایین دست بشه و سطح پایین دست سدمون رو بشوره، تحلیل اولیه‌مون رو در قسمت پایین دست سد انجام میدیم. همونطور که میبینید ما در اینجا یک سری گزینه‌هایی داریم مثل نیو که برای ساختن پروژه های جدید هستش. اوپن میتونیم پروژه هایی رو قبلا کار کردیم رو فراخوانی بکنیم. توی قسمت Find Example Projects Online با کلیک روی این قسمت میتونیم پروژه ها و مثال هایی رو که خود سایت ژئو انجام داره رو ببینیم. Watch Video Tutorials این قسمت هم یه سری آموزش های بیشتری هستش که خود ژئو استودیو آماده کرده و همچنین Download Engineering Books for Each Products میتونیم کتاب های مهندسی و یا یک سری راهنمایی های رو که برای سایر محصولات ژئو استودیو آماده شده هستش رو ببینیم. توی قسمت Select Template همطور که میبینید یک سری گزینه داریم.
که اینها در نهایت اون اندازه‌ای هستش که میخوایم چاپ بکنیم. من متریک لدر رو انتخاب میکنم، بعد نیو رو میزنیم. اینجا دوباره از هم میپرسه که میخوایم متریک لدر باشه یعنی میخوایم تغییرش بدیم. من همون متریک لدر هست، کرییت رو میزنم. پنجره دیفاین پروژکت برامون باز میشه. همونطور که میبینید در تب سامری تایتل رو داریم که تو این قسمت ما اسم پروژه رو می‌نویسیم. آثر اسم در واقع کسی که داره پروژه رو کار میکنه. من ابتدا و انتهای اسم خودم رو می‌نویسم. همچنین قسمت last modify by ممکنه پروژه‌ای واسه یه شرکت باشه و اسم آخرین نفری که اصلاحاتی رو روی پروژه انجام داده نوشته میشه. توی قسمت کامنت هم یک سری توضیحات رو در مورد پروژه هم میتونیم بنویسیم. مثلا اگه این کاری که داریم انجام میدیم یک پروژه کلاسی باشه، میتونیم توضیحاتی رو در موردش برای استاد مربوطه بنویسیم. توی تب ستینگ توی استارتینگ دیت میتونیم تاریخ شروع پروژهمون رو بزنیم. همچنین یونیتس آف کامپیوتیشن توی این قسمت داره به ما میگه که سیستمی که داریم استفاده میکنیم SI هستش. حالا اد رو میزنیم، 2D رو انتخاب میکنیم، دوباره اد رو میزنیم و سیپ استدی استیت، چون ما گفتیم که میخوایم پایدار باشه شرایطمون. خب توی این قسمت همون رو که میبینین دوباره اسم پروژه همون نوشته شده. آنالیست تایپمون که دوباره از همون میپرسه استدی استیت یا ترانزینت هستش که ما استدی استیت رو انتخاب میکنیم. در قسمت دیسکریپشن باز هم یک سری توضیحاتی رو در مورد پروژهمون، اون سطحی که داریم کار میکنیم میتونیم بنویسیم. تب فیزیکس یه سری گزینه‌هایی هست که یک سری شرایط فیزیکی که حین تحلیل قراره به مدل اعمال بشه توی این تب وجود داره. در تب واتر همونجور که میبینیم میتونیم میزان همگرایی داده ها و یک سری اطلاعات آماری رو اضافه بکنیم. و در قسمت فیزیکال کانستنت یونیت ویت آف واتر در واقع همون گامای آبمون رو تعریف میکنیم که من بهش دست نمیزنم. و همچنین مدول بالک سیال حفره‌ای که ممکن نیاز باشه تعریفش کنیم. توی تب تایم برای تعیین مدت زمانی و دیوریشن هم در واقع اون زمان آنالیزمون هستش که توی شرایط غیر ماندگار ما این رو تعریف میکنیم. توی شرایط ماندگار ما نیاز بهش نداریم و به مقدارهای پیش‌فرضمون هم دست نمیزنم، نه همون صرف هست. کارمون توی این قسمت تموم شده. کلوز رو میزنم. همونطور که میبینین ما یک صفحه شبکه بندی شده داریم و یک سری منوهایی رو هم میبینید. خط قرمزمون محور X هستش و خط سبز رنگ محور Y ها رو نشون میده که ممکنه این خطوط وجود نداشته باشه. برای اینکه بتونیم این خطوط رو ببینیم میریم توی قسمت ویو گرید. اگر دیسپلی گرید رو بزنم همونطور که ببینید اون شبکه بندی ها حذف میشه. خب من میخوام باشه دوباره دیگه رو میزنم اسنپ تو گرید و همچنین دیسپلیس اکسس لاینز همونطور که میبینید اون محور
قرمز و سبز اینجا هست رو که من دوباره میارمش. کلاوز رو میزنیم. بعدش میخوام تنظیمات زوم رو انجام بدم. میریم ویو زوم. اگه من عدد این قسمت رو تغییر بدم، همونطور که میبینین شبکه بندیم ریزتر شدش. من میخوام یک به 200 باشه. همچنین اگه بریم به قسمت ویو یونیتس، همونطور که میبینین واحدها بر مبنای زمان که ثانیه، ساعت و روز که با توجه به پروژه‌مون تعریف میکنیم. لنگس، تمپرچر، من در واقع همون جرممون که بر حسب کیلوگرم، مگاگرم همینطور داره. همچنین در انتها واحدهای انگلیسی رو هم تعریف کرده که باز هم با توجه به پروژه‌مون انتخاب میکنیم. نیرو و انرژی. همچنین خب اینجا دیگه کاری ندارم. کلوز رو میزنم. بعد یه سری تنظیمات دیگه رو نیاز داریم. تو قسمت پایین صفحه اگه ببینین، مثلا برای حرکت دادن صفحه‌مون ما از این گزینه پند که به شکل دست هست استفاده میکنیم که به این صورت میتونیم صفحه‌مون رو حرکت بدیم. توی قسمت Go to Coordinate ما میتونیم مختصات نقطه‌ای رو که میخوایم بدیم. همونطور که مشاهده میکنیم، من اگه موس رو در نقطه نگه دارم، مختصات اون نقطه رو به من میده. کلا این شبکه بندی خیلی کار ما رو راحت میکنه و میتونیم مختصات نقاط رو به راحتی بخونیم وقتی که نشانگر موس رو کنارش قرار میدیم.